هست در کیت پیچار براستی منگی من دیدی استادیم چون شرمی از خدا نکردی اکنون داد میزنی؟ اکنون فریاد میکشی؟ امروز عزیزان من کسلی سیسی کسلی های سوزاک کسلی از همه دهشتناک خطرناک دید تمام عالم را مانندی ابر تیره پهن کردی ساده فرا گرفتی ساده این اثر چیست؟ این اثر زنا این اثر بی‌حیایی است این اثر فاحشگی امروز تمام دنیا با همه بایگری‌هاش و با همه متخصصاش برای پیشگیری این وبا این درد بی‌دوا کوشش دارد اما نتیجه دلخواه ندادی دارد. آره اگر برای سپید دوایی هم یابند پروردگار باز وبای را بالای این بندگان زناگارش میفرستد که باز طبیبا از دوایی و عاجز میشوند. همون خدایی که بعد از سیفلیس و سوزاک سپید پیدا کرد باز بعد از سپید دوا باز دردی میفرستد که او هم باز بیدوا. برای چه عزیزان من سوال وارد میشود چرا دولت های ابرقدرت دنیا پول خرج کرد ایستادیم داروها استحسان کردیم برای پیشگیری سپید تا اینکه این وبا را پیش گیرد اما از همه دوای آسان از همه داروی آسان داروی قرآن است اون نمیخواهند جاری شود زیرا که مقصد اونها جامعه را هلاک کردن است مقصد اونها انسانها را بی‌حیا کردن است بد اخلاق کردن است مقصد اونها تبابت نیست بهترین دوا دوای قرآن است بهترین دوا قانون خدا را جاری کردن است بهترین دوا برای زنادارها حکم خدا را جاری کردن است اگر یک زنادار سنگسار کرده شود با واسطه تلویزیون و آینه نیلگون نمایش داده شود هزارها آدم از این کار باز می‌ایستند این هیبت دارد اما افسوس مقصد اینها این نیست که پیش زنا را گیرند مقصد اونها پیش زنا را کشادن است فقط پیشگیری بیماریش اما این به اونها نمیرسد عزیزان من جنت پروردگار با همه زیبایی هاش برای بندگان مومنش آماده کرده است اما این جنت مرد زناگار و زن زناگار نمی‌دارد در بعضی اخبار آمده است من زنا بامرأة متزوجة كان عليه وعليها نصف عذاب هذه الأمة جوانای عزیز مادرای عزیز خواهرایی که ندای من میشنوید در بعضی اخبار آمده است شخصی که خواه مرد و خواه زن این شخصی که زنا کند با زن شوهردار این زن شوهر دارد اما به این راهی فساد مبتلا گشته شخصی به زن شوهردار زنا کند پروردگار بالای این مرد و این زن نصف عذاب این امت اسلام روز قیامت بار می‌کند فإن الله سبحانه وتعالى يحكم زوجها على الزاني في حسناته روز قیامت پروردگار شوهر این زن است که از این کاری خانوش بیخبر بود روز قیامت بالای این مرد زانی ده حاکم میگرداند پروردگار میگه بنده من این ناکس در خانوم تو خیانت کرد در ناموس تو خیانت کرد الان همه ثوابهای او در اختیار تو ثوابهای مرد زناگار او شوهر زن میگیرد و گناههای او را در بالای این گناهاش بار میکنند اینو در دوزخ سرنگون میپرسند
به شرطی که این شوهر از رفتار خانومش خبر نداشته باشد. اما اگر شوهر باشد که از رفتار خانومش خبردار است، میداند که زنش به همین راهی فساد رفت ایستاده است، میداند که دخترش به همین راهی فساد رفت ایستاده است. معنیش است امروز بسیاری از ما مسلمانان میدانیم که خانم‌هامان یا دخترانمان یا خواهرانمان به این راه افراط رفت ایستادند، اما سکوت کرده ایستادیم. شاید این سخن من با بعضی‌ها سخت رسد، اما این حقیقت است. حضرت چی گفتند؟ اما اذا علم و سکت، اما دانه که خانومش به همین راهی بد رفت ایستاده است و سکوت کند، چیزی نگوید، فقد حرم الله علیه الجنة، خدا برای این شوهر، برای این پدر جنت حرام گردانیده. برای چی؟ برای اینکه وقتی که پروردگار بهشت آفرید با همه زیبگی‌هاش، در پیشگاه طاق جنت نوشت یا جنة انت حرام علی الدیوث، ای جنت تو برای دیوس حرامی. دیوس کیست؟ الذی یقر سوء فی اهلی، شخصی که میدانه که خاندانش خواه زنش خواه دخترش خواه خواهرش به همه راه افراط میرود، اما سکوت میکنه، چیزی نمیگوید. یسکت ولا یغار، غیرت ندارد، ناموس ندارد. برای این تو مرد به ناموس، عزیزان من، جنت حرام است. وقتی که این مرد زانی یا این زن زانی را در روز قیامت در پیشگاه پروردگار حاضر می‌آورند، جوانای عزیز، خیال نکنید که ما در شهرهای روسیه هستیم کسی از ما خبر ندارد. خیال نکنید که کسی این کاری ما را نمی‌داند. پروردگار همراه شما هست، ملائکه ها همراه شما هست، اعضاهای بدن شما بالای شما شاهد است، زمین در بالای شما شاهد است. روز قیامت روز است که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. خدا زبانها را مهر میزند، اما دستای شما، پاهای شما بالای شما شاهدی می‌دهند. شما خیال نکنید که این کردار ما پوشیده نیست. در پیشگاه خدا که محاکمه مرد زناگار و زن زناگار می شود، جنایت او بالاشتی که اثبات شد، پروردگار امر میکرده است ملائکه های معکل به دوزخ خذوه، این گیرید، در دست و پای او زنان معیشت، ایمان خدا از دست بگیر. تفسیر قرطبی میخواندم، سوره مبارکه نور آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الزانی لا ینکحها الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. همین آیت آمد. پروردگار در این آیه مبارکه میگوید مردی که زناگار است برای وی نکاح کردن دخترهای عفیفه مؤمنه حلال نیست. زنی که فاحشه است و زناگار است برای وی شوهر کردن از جوان مسلمان با تقوا حلال نیست. زنهای فاحشه برای کافرها و برای خودشان بر این جوانهای افلاس مناسبند و مردهای فاحشه برای زنهای فاحشه زندانیه و زنهای کافره مناسبند، نه برای دخترهای صالح.